سلام به همه شما دوستان، همه عزیزان در فرنگستون تیوی. امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب و خوش آفتابی باشه. در قسمت قبلی فرنگستون تیوی تا اینجا رسید داستان که کارهای از ترکیه برگشتم، کارهای مربوط به ویزا و غیره رو انجام دادم و ویزا اومد و حالا بلیط رو گرفتم. با توجه به شرایط کرونایی خیلی سخت بود سوار هواپیما شدن. سند و مدرک حقوق زهرمار رو اینا می‌خواستن. اسناد رو فرستادم، همه کارا درست شد برای روز پرواز. البته روز نبود دیگه، شب بود. ساعت فکر میکنم 9 من باید 9 یا 10 باید فرودگاه می بودم که کارا رو انجام بدم و پرواز فکر میکنم تقریبا ساعت 12 بود، 12 یا 1 شب بود. خلاصه از قبلش از دوستانم خداحافظی کردم، ازشون خواستم حالا شب زابرا میشن و اینا، گفتم این خداحافظی آخرمون باشه، فرودگاه نیاید. ولی خب یکی از دوستانم اصرار کرد، گفتش که من بیام همراهت و من گفتم نه لازم نیست و اینا. ولی خب تهش خیلی ممنونم ازش که همراه هم اومد و اتفاقا خیلی خوش گذشت، چون میخواستم سبک برم به قولی من دارم میرم، بذارید که سبک برم، سبک سفر بکنم. وسایل رو آماده کردم، 2 تا چمدون کوچیک، سبک سفر کن. چمدونا رو وزن کردم، البته وزنش هم همچین چیزی نمیشد و گفتم که بزنیم بریم به سمت فرودگاه. همراه با دوستم و خانواده رفتیم به سمت فرودگاه و دوستان اون روز اکثر کسایی که بودن ما داشتن میرفتن سمت فکر میکنم آمریکا یا کانادا اکثرا. و خب آمریکا و کانادا خیلی دوره دیگه، یعنی شما آمریکایی که میری دیگه میدونی شاید تا 10 سال برنگردی ایران. کانادا هم حالا به دلیل تو آمریکا به دلیل مشکلات ویزا و اینا شاید برنگردی، تو کانادا هم به دلیل مشکلات و مسائل مالی، دور بودن، گرون بودن بلیط هواپیما خیلی‌ها بر نمیگردن. خاطر همین مثلا افرادی میبینید که 5 سال یک بار برمیگردن ایران، 10 سال یک بار برمیگردن ایران، شاید مثلا بر نگردن. و دیگه اون خداحافظی های آخر دیگه و شما نمیدونید بعد اون خداحافظی آخر چه اتفاقی میافته. و همه داشتن خداحافظی های آخرشون رو میکردن، گریه زاری، اصلا محیط فرودگاه ما مثل بیش زهرا بود یه جورایی، همه گریه زاری، آی داداشم، آی خواهرم، آی فلان. و دیدم عجب فضای عجیب غریبه، افسرده، همه گریه میکنن. ولی خب من دوستم همراه هم بود، ما هی میخندیدیم، یعنی متوجه نشدم چه جوری گذشته، هم یه جوری با هم شوخی میکردیم و میگفتیم، میخندیدیم با دوستم و خانواده و اینا، تا اینکه دیگه لحظات آخر بود. لحظات آخر خداحافظی رو کردم و رفتم به سمت اون قسمتی که چمدونا رو تحویل میدین. به قول معروف بازرسی اول رو رد کردم، بازرسی دوم رو رد کردم و مدام این آهنگ یاس بود که میگفت بعد این همه بدو تا آخرشم رسیدی به فرودگاه امام. بغض یه زن یه مرد ساکته، یه دستت پاسته یه دستت ساکته. کی تو اون لحظه قادر به درک حالته؟ هیچکی. بغض لحظه یه ترک خاکته. یه زن یه مرد ساکته، یه دستت پاسته یه دستت ساکته. کی تو اون لحظه حاضر به درک حالته؟ هیچکی. بغض لحظه یه ترک خاکته. و قشنگ اون آهنگ هی داشت توی ذهنم پلی میشد. حالا یه چند نفری هم پیدا کردیم از دوستانی که همسفر بودن، از ایرانیانی که همسفر بودن و اینا همراه من اومدن، یعنی کل سفر 2 نفر دیگه هم همراه من بودن. خلاصه سرتون رو درد نیارم، سفر 2 ساعت از تهران به قطر، 8 ساعت توقف در فرودگاه قطر بود و بعد از 8 ساعت توقف در فرودگاه قطر صبح پرواز بود به سمت کانادا. پرواز کانادا 12 ساعت بود، دوباره 5 ساعت توقف بود در کانادا و پرواز از مونترال کانادا به ونکوور کانادا تقریبا 5 ساعت بود. پس 3 تا پرواز بود با زمانهای توقف و زمانهای
همونجوری که در تصویرم میبینین مقاصد و اینا تقریبا دیگه یه 30 ساعتی فکر میکنم میشد. سوار هواپیما شدم و حالا با توجه به اینکه اون زمان یه سری عقاید دیگه ای داشتم، من از مدت‌های طولانی شبکه‌های فارسی زبان خارج کشوری نگاه می‌کردم و اینا رو دنبال می‌کردم و چون خیلی اخبار سیاسی میگفتن، من با یه حرص و بغضی سوار هواپیما شدم. اون لحظه گفتم دیگه این آخرین باریه که من اینجام و این خداحافظی آخرمه و دیگه خداحافظ الالعبد و میرم و وارد یک جای دیگری میشوم، یک زندگی بهتر رو میتوانم اونجا بسازم. و از همین صحبت ها، یعنی هیچ قصدی به برگشت به ایران نداشتم و هیچ قصدی بر این نداشتم که این تو فکرم این بود که ای بابا اینجا ببین توی فرایند مهاجرت ما این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، همه اتفاقاتی که در قسمت‌های قبل فرنگستون تیوی گفتم. آقا با همه اینا دیگه واقعا اینجا نباید زندگی کرد، دیگه باید کند و رفت. و با همچین حسی سوار هواپیما شدم. هواپیمای قطر ایرویز دیدم، به به چه هواپیمای شیکی، نور بنفش رنگی بود داخل هواپیما، صندلی‌ها خیلی شیک، مهماندارا خیلی خوش اخلاق، مرتب سلام احوال پرسی، خیلی خوش آمدید به هواپیمای قطر. و وارد شدم دیدم به به عجب هواپیمای خوبیه، عجب کلاسی، عجب سیستمی، چه مهماندارای مؤدبی، اصلا کیف کردم، لذت بردم. پذیرایی خیلی خوب، نمیدونم همه چی عالی، خیلی خوب. 2 ساعت پرواز بود به قطر و شمارش معکوس پرواز، هواپیما تیک آف کرد و من روبروم شب و سیاهی بود، بی کسی پشت سرم. روبروم شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم، دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی مشکن دوباره باز این گلایه ها، اون که میشکن تو چشمای تو تصویر منه، گم شدم تو این شب برهنه، تقدیر من. خب بعد از 2 ساعت من از تهران رسیدم به دوحه قطر. دوحه قطر در هواپیما باز شد، رفتم داخل فرودگاه و خب یه چک امنیتی اونا بعد از پرواز داشتن توی فرودگاه قطر. چک امنیتی کردن، این همراه ما یه بطری آب همراهش بود. شما داخل هواپیما اجازه بردن مایعات ندارید و این بطری آب داشت. گفتش که همینجا باید، اون مأموری که اونجا بود گفتش که همینجا باید بطری آب رو بخوری و بعد بری داخل قسمت اصلی فرودگاه که پرواز بعدتو انجام بدی، چون هیچی نداشتن اونجا شما آب رو خالی کنی یا هر چیزی اون مایعی که بود رو. و حالا یه چند دقیقه وایستادیم و آب داخل اون بطری رو، این هم سفر ما تموم کرد و اینا. وارد فرودگاه قطر شدم. عجب فرودگاهی، فرودگاه عالی، سیستم عالی و قطار یه حالت اسکای ترین اینجا، چی میگن بهش، مونوریل میگن، چی میگن، که رو هوا میره
یه دونه بود توی فرودگاه که هر کسی دیرش شده بود سوار اون مترو میشد میرفت اون سر فرودگاه که به پروازش برسه. همه چیز شیک و پیک، خیلی خوب، خیلی تمیز. و دوستان شما توی فرودگاه‌های قطر و استانبول به عنوان مثال زیاد حس غربت نمیگیرید چون خیلی نزدیکه به خونه و همه چیز مثلا چه بدونم بوی میدونین بوی آشنایی میده همه چیز توی اون محیط ها. ولی خب شب رو که ما در فرودگاه قطر سپری کردیم، چون شب رسیدیم دیگه، ساعت 1 شب رسیدیم، 8 ساعت منتظر موندیم توی فرودگاه. من که خوابم نبرد دیگه، حالا همونجوری بیدار موندم توی فرودگاه، با اینکه شب بود باید میخوابیدم دیگه، خوابم نبرد، بیدار موندم تا فردا صبح زمان پرواز دوم بشه از دوحه قطر به سمت مونترال کانادا. این پرواز دوستان 12 ساعته. صبح شد و دوستانی که حالا آمریکا و کانادا میان جفتشون چون یک مسیر و یک سمت و اینا، این پرواز دومه یه مقدار اون فشارش از اون پرواز اوله بیشتره، چون اوله میدونی که داری میری یه جایی نزدیک، ولی این پرواز دومیه که حالا از استانبول میتونه باشه به سمت آمریکا یا کانادا یا از قطر، از دوحه قطر میتونه باشه، این پرواز دومیه لعنتی یه حس غربت عجیبی، 12 ساعته میدونی خیلی دور میشی و دیگه چاره ای نبود، این انتخاب رو کرده بودیم هممون و سوار پرواز دوم شدم. 12 ساعت پرواز از دوحه به سمت مونترال و داخل هواپیماش تقریبا همونطوری بود، هواپیمای شیک و پیک، ولی با این فرق که خیلی شلوغ بود. هواپیمای از تهران به سمت دوحه خب خلوت بود، صندلی ها اون فاصله های کرونا و اینا رعایت میشد. پرواز به سمت کانادا فاصله های صندلی ها اصلا رعایت نمیشد، همه تو هم بودن و خیلی من چیزی که حالا احساسی که داشتم از قبل به نسبت مثلا پروازهای کشورهای کانادا و آمریکا این بود که یه عده‌ای خیلی مثلا خوشتیپ با کت و شلوار کراوات اونجا نشستن، بعد یا خودم رو توی یه حالتی مثلا چی بگم پایانه ترمینال جنوب هست توی فکر می‌کنم اون منطقه شوش و مولوی و اینا، مثل ترمینال جنوب بود، همه بهشون به ظاهرشون میخورد یه مقدار از لحاظ مالی و اینا آدمای زیاد متمولی نیستند و بچه گریه میکرد، سر صدا میکرد، همه تو هم و همه اکثرا مهاجر. دیدم که بله دوباره پذیرایی های خیلی خوب. عرب ها یه مقدار یه سیستمی دارن، چقدر سرد شد خودم سردم شد. عرب ها یه سیستمی دارن، خیلی دوست دارن به بقیه مثلا یه سری چیزایی بدن، یعنی این فرهنگ رو دارن داخلشون. حالا برخلاف مثلا فرهنگ کانادایی، انگلیسی و یا آمریکایی، حالا آمریکا رو زیاد نمیدونم، کانادایی انگلیسی که خیلی شبیه هم به هم، مردم مثلا چه بدونن 10 میلیون دلار 100 میلیون دلار هم داشته باشن یه $1 هم شاید به شما ندن. ولی خب توی هواپیمای قطر من دیدم که خیلی هم فرودگاهش مرتب، هم اون غذاهایی که میدادن توی اون فرودگاه، مثلا بار الکلی می آوردن، مشروبات الکلی می آوردن و از برندهای خیلی خیلی گرون استفاده میکردن و اینجوری بود که مثلا این فکر رو دارن این کشورها که ما میخوایم خودمون رو نشون بدیم و بذارید که مثلا از خودمون یه تصویر خوبی بذاریم توی ذهن اون مسافری که حالا میاد قطر و اینا. خلاصه خیلی زیاد خرج میکنن، هم توی فرودگاهشون هم توی پروازشون، همه چیز خیلی خوب. 12 ساعت پرواز بود. توی پرواز یک وای فای میدادن، اینترنت میدادن برای مدت 1 ساعت، اینا رایگان بود و من وصل شدم اینترنت، خواستم ببینم چه خبره و اینا و دیدم که یه دخترعموی کوچیکی دارم، اون موقع فکر میکنم 6-7 سالش بود و دیدم که آنلاینه و به من پیام داد، گفتش که سلام کجایی؟
گفتم که من الان بالای ابرام و حرفی که زد خیلی جالب بود. دوستان بعضی وقتا کودکان 5-6 ساله 7 ساله 8 ساله بعضی وقتا یه حرفایی میزنن که برای ما بزرگسالا واقعا دانشگاهیه. گفتش کجایی؟ گفتم بالای ابرام. گفتش که بالای ابرایی خدا رو میبینی؟ و این رو که گفت من یهو شوک شدم و ناخودآگاه شروع کردم به مرور تمام زندگیم و همه این سالهایی که در ایران گذروندم و اینا و پاسخ دادم که آره خدا رو میبینم. گرفتم خوابیدم تا پرواز اون 12 ساعته تموم بشه. 12 ساعت که تموم شد دیدم خلبان دوباره اعلامیه داد بله ما داریم توی فرودگاه مونترال کانادا فرود میایم، دما اینقدره، چه بدونم ارتفاع اینقدره و غیره. من ارتفاع هواپیما که کم شد زمین رو که دیدم که یا خدا، حالا دوربینای هواپیما هم بود از پنجره هم یه مقداری میشد دیدم یا خدا تو چش کار میکنه برف بود تا بی نهایت برف. و خب البته عجیب نبود، میدونستم بالاخره خب کانادا دیگه. و هواپیما نشست و توی فرودگاه مونترال نشست و در باز شد که بریم داخل فرودگاه مونترال. حالا من از فرودگاه‌های کانادا قبلا فیلم‌هایی دیده بودم، حالا توی یوتیوب و جای دیگه که مثلا چه بدونم فیلم برداری کرده بودن تو فرودگاه مونترال، با فضاش آشنا بودم. ولی اون چیزی که من اونجا دیدم با اون تصاویری که توی یوتیوب و اینا دیده بودم خیلی متفاوت بود. در وا شد دیدم یه جای قدیمی، راهروها و دالان‌های خیلی تاریک و اون دو نفری که همراه هم بودم گفتم که اینجا کجاست؟ اینجا کانادا دیگه. گفتم بابا اون چیزی که تو تصویر بود یه چیز دیگه ای بود، اینجا که خیلی فرق میکنه. گفتم حالا برم جلوتر بهتر بشه. یه راهروی تاریک، راهروی بعدی تاریک، راهروی بعدی تاریک. دیدم که نه اصلا یه حالت سوله مانندیه، یه سوله دخمه مانند عجیب غریبیه. اصلا تعجب کردم اونا یعنی چی اینا که اینقدر ادعا میکردند و تصاویر عجیب غریب به ما نشون دادن. این چیه؟ این فرودگاه چی میگه؟ بس چون تو ذهنم هم فرودگاه‌های استانبول و قطر بود که فرودگاه خوبی بود و انتظار داشتم یه چیزی در سطح اونا یا حتی یه ذره بالاتر از اونا باشه، ولی دیدم که نه اصلا اینطوری نیست. یه حالت سوله عجیب غریبیه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، یه سری دستگاه‌هایی هست شما وقتی که میاید کانادا به صورت الکترونیکی باید بزنید که مثلا چی همراهتون دارید، چی همراهتون ندارید. یه سری سوالایی از شما میپرسه، شما رو پاسپورتتون رو میخواد، همه اون سوالا رو وارد میکنید و بعد اینی که وارد کردید توی اون دستگاه وارد قسمت دیگه‌ای میشید. اگر حالا دانشجو هستید برای کارهای اداری دانشجوییتون یه برگه‌ای باید به شما بدن به نام استادی پرمیت. هر بارم که این برگه رو به شما میدن $150 هزینه شه و البته هزینه این رو از قبل من در ایران داده بودم، پس احتیاجی نبود اونجا هزینه رو بدم. رسیدم تقریبا یک ساعت خورده‌ای بعد معطل میموندیم برای انجام اون کارهای اداری. پرواز 20 ساعت از قبلش پرواز بوده، یه 10 ساعت دیگه ای قراره به مقصدت برسی، 1-2 ساعت هم باید اونجا صبر بکنی. و حالا بالاخره صبر کردم و خیلی جالب بود که اون صحبت‌های اولیه‌ای که میشد، چون اولین باری بود که لهجه انگلیسی به زبان مادری داشتم میشنیدم، یعنی به صورت زنده البته، چون قبلا مثلا توی قطر یا توی ترکیه خب همه لهجه دارن، یا ایرانی‌ها همه بالاخره اگه زبان اولت نباشه لهجه داری ولی خب اینا لهجه نداشتن و خیلی انگلیسی مادری صحبت میکردن، به زبان مادری صحبت میکردن و اتفاقا این همراه هم گفتش که اینا انگلیسی چه عجب ما نمردیم و دیدیم بالاخره یکی زبان مادری داره انگلیسی صحبت میکنه. بگذاریم برای انجام اون کارهای اداری 1 ساعت معطل موندم. بعد از اون 1 ساعت باید تک به تک میرفتیم تو باجه هایی بود. یک افسر مهاجرتی نشسته بود
با لباس پلیس و باید میرفتیم اونجا. از بعضی‌ها یکم بیشتر سوال میپرسید، از بعضی‌ها کمتر. من که رفتم ازم پرسید که از کجا میای؟ گفتم فلان جا. گفت کجا میری؟ گفتم به همانجا. گفتش که خب باشه بیا اینم مجوزت، برو خداحافظ. همین 2 تا 3 تا سوال از من پرسید که یه مقدارم گفت چقدر پول آوردی اینا. همین 2 3 تا سوال و برگر رو به من داد و برگر رو گرفتم و حالا کریسمس هم بود، بهش گفتم کریسمس مبارک و اینا، خداحافظ. برگر ازش گرفتم، رفتم همین جوری که داخل فرودگاه مونترال داشتم قدم میزدم که گفتم که به جای بهترش برسم، چون خیلی تنگ و تاریک و عجیب غریب بود، بوی عجیبی میومد. یکی 2 تا ایرانی دیدم اونجا، گفتم شما ایرانی؟ این اشتباه اولیه که معمولا تازه وارد میکنم. پرسیدم آقا شما ایرانی؟ گفتش که آره ایرانی هم و اینو. گفتم که بابا اینجا کلی تبلیغ کرده بودن راجع به کانادا و اینا، این فرودگاه چیه، چقدر در داغونه، این فرودگاهش قدیمیه و فلان اینا. گفتش که نه حالا برید داخل یکم بهتره سیستم، حالا بهتره پیشرفته تر اینا. منم حالا با خودم گفتم، تو دلم گفتم ببینیم و تعریف کنیم، بریم ببینیم که شاید فرودگاه مقصد نهایی من یعنی ونکوور باز از این فرودگاه بهتر بشه. پرواز بعدی ما، یعنی من 5 ساعت باید توی فرودگاه مونترال منتظر میموندم. بعد اون 5 ساعت 5 ساعت دیگه پرواز بود از مونترال تا ونکوور. پرواز آخری با هواپیمای کانادا انجام میشد، هواپیمای ایر کانادا. و آقا ما معطل موندیم، 5 ساعته تموم شد، دیدیم هواپیما پرواز نمیکنه. نیم ساعت تأخیر پرواز نمیکنه، 1 ساعت تأخیر پرواز نمیکنه، 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت پرواز هواپیمای کانادا ایر کانادا تأخیر داشت. 5 ساعت برای پرواز که مخصوصا شما از کشورهای اومدید که 20 ساعت از قبلش پرواز بودید، 5 ساعت تأخیر خیلی تأخیره. معمولا توی فرودگاه‌های خوب مثلا فرودگاه دوحه، فرودگاه قطر، اگر همچین تأخیرایی اتفاق بیفته افراد رو میبرن مثلا توی یه هتلی جایی، میگن حالا شما این چند ساعت تأخیر اضافه رو که معمولا هم نمیخوره شما بیاید در هتل باشید. ولی اونجا اینطور نبود، گفتن آقا باید منتظر بمونید تا اینکه پروازتون انجام بشه. 5 ساعت اون پرواز تأخیر خورد. من دوستان تقریبا که نه 3 بار تا حالا پرواز با هواپیمای کانادا داشتم، 2 بارش تأخیر خورده. اون 1 باری هم که تأخیر نخورد بخاطر اینکه اگه تأخیر می‌خورد چون پرواز بعدی با هواپیمای قطری بود، باید هواپیمای کانادا جریمه میداد به هواپیمای قطری اگر همچین اتفاقی اگه تأخیر می‌داشت. پس هواپیمای کانادا چندین ساعت تأخیر، ماشاءالله قربونش برم، اصلا رو شاخشه، اصلا این خیالشون هم نبود و برام عجیب بود. گفتم آقا یعنی چی شما با هیچ استانداردی همینجوری مسافر اومده الاف ویلون سیلون اینجا همه خسته، چرا 5 ساعت باید معطل باشن؟ بگذاریم. بالاخره سوار هواپیما شدم، سوار هواپیمای مونترال شدم. تا نشستم گفتن آقا ببخشید بعد 5 ساعت شما نمیدونم بازرسی امنیتیتون بد بوده، یه بار دیگه باید از هواپیما برید بیرون دوباره بیاید داخل. گفتم آقا مسخره کردید ما رو، دوربین مخفی چیزیه و چرا الان دوباره سوار هواپیما شدم باید دوباره پیاده شم، اونم بعد 5 ساعت تأخیر دوباره سوار هواپیما بشم؟ خلاص چاره ای نبود، همه رو پیاده کردن، دوباره همه رفتن مراحل امنیتی و از اول انجام دادن، سوار هواپیما شدن. خب دوستان سرتون رو درد نیارم، پس تا اینجا رسیدیم که من رسیدم داخل خاک کانادا، فرودگاه مونترال. از اینجا به بعد فرنگستون تیوی رو در قسمت بعدی خدمتتون میگم. خدا یار و نگهدارتون باشه، مراقب خودتون باشید تا قسمت بعد.